دوستانی کل تاجیکستان پیشنهادی اداره زندانها را درباره به محبس سکونتی گذراندن خبرنگاری تاجیک دلیر شریفوف رد کرده است. دادستان او را برای جامعه خوفناک نامیده است. پدر دلیر شریفوف گفت هفته گذشته با پسرش ملاقات داشتند و خبر را به او رساندند. این در حالی است که 2 ماه پیش مسئولان اداره زندانها به دلیر شریفوف خصلتنامه مثبت داده خواسته بودند او به محبس سکونتی گذرانده شود. در محبس سکونتی در مقایسه با زندان محدودیت ها کمتر است. دلیر شریفوف را که در رسانه‌های گوناگون آشکارا سیاست‌های حکومت تاجیکستان را تنقید می‌کرد، ماه اپریل امسال به 1 سال زندان محکوم کردند و حالا او در محبس ناحیه یاوان است. قبلا والدانش گفته بودند وضع سلامتی او خوب نیست و علاوه بر این در محبس یک نوع فشار را احساس می‌کند. والدان دلیر میگویند تا پایان مهلت حبسش حدودی 40 روز دیگر باقی مانده است.